خوشگلم، شام چی میخوری برات بگیرم بابایی؟ بنزین سوپر با اوکتان آشغال نگیری ها، فقط خارجی. گنده بک، تو چی میخوری؟ والا فرقی نمیکنه، یه ذره آب جوبم بریزی تو رادیاتم من راضیم و خودتو به زحمت نندازی یه موقع. عزیزم میگم کویر بهت حال داد نه؟ حال داد، مرد حسابی به تو حال داد. من که همه جا مکسوس شد با اون آفتاب، مردم انقدر پماد کالاندولا زدم به خودم. آره حاجی خیلی حال داد، آفتابش هم که داغ بود اصلا استخونام نرم شد. فقط دفعه بعدی به جا 10 نفر بیا 15 نفر بریم، خیلی بیشتر خوش میگذره نه؟ دخترمو ببرم چکاپ ماهیانه اصلمو ببینم که چیزیش نشده باشه خدایی نکرده. خیلی زحمت میکشی منو ماهیانه میبری سرویسا. همه دوستای من هفته‌ای میرن، تو اصلا به من توجه نمیکنی. اگه دیگه روشن شدم. حاجی مگه همین 3 سال پیش با هم سرویس نبودیم؟ بابا به خدا من فقط یه ذره آب برفاب کنم خالی شده، اونم آب دهنمو جمع میکنم میریزم توش. تو رو خدای فلان به نفس منو نکش. بریم برات 2 جفت کفش خوشگل بگیرم که تو خیابون راه میری همه نگاه کنن حسودی کنن بهت. ببین نری از این کفشای آشغال چینی یا کره بخریا. من فقط کفشای میشلند 2024 پام میکنم. اوکی؟ میگم تو که لباس چیزی نمیخوای. نه قربونت، من 5 سال پیش کفش خریدم، خیلی هم باهاش راحتم. فقط یه ذره جلوش پاره شده، اونم فردای سرت بابا، تا باشه از این پارگی‌ها من راهمو میرم.